اجانسی اموری نزد ریاست جمهور گزارش می‌دهد که شماره مرگومیر آدمان در نیم ساله اول زمان خروج پاندمیای کرونا ویروس در تاجیکستان در قیاس با سال گذشته بیشتر از 11% افزایش یافته است. فقط عمومی 18815 لیکن از سبب کووید وزارت کووید 19 چون که معلومات فوری هست و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد میکند. طبق آمار وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان سر از 30 اپریل تا 29 ایول 60 نفر در کشور از سیریت بیماری کووید 19 فوتیده و بیشتر از 7300 نفر به این مریضی گرفتار شدند. طبیبان میگویند در آغاز پاندمیای کرونا ویروس در تاجیکستان که با علت کم بودن تست مریضان مانند با کووید 19 کم آزمایش می شدند و تعداد بزرگ اصلا به بیمارستان ها مراجعت نمی کردند، شماره گرفتاران و فوتیدگان می تواند خیلی بیشتر از آماری رسمی باشد. مرگومیر اگر 11% زیاد شد گفته باشد تقریبا میشه حساب کرد که در ما اگر سالانه 35000 آدم میمرده باشد در 6 ماه اگر 11% زیاد شده باشد باشید اما حسابای غیر رسمی تقریبا به همین حد هست. ما تقریبا 1500 تاجیکستان وجود کرونا ویروس را در کشور 30 اپریل اعلام کرد. تا آن زمان موردهای گرفتاری و مرگومیری آدمان از بیماری‌های مانند به نشانه‌های کووید 19 آشکار شده بود و طبیبان اکثریت را به بیماری التهاب شش و دیگر مریضی‌ها نسبت می‌دادند.